اولین مراتبه در جمهوری تاجیکستان سنه 24 نوامبر سال 2009 روز پرچم دولتی تجلیل گردید. در آن روز در خیابان شهر دوشنبه راهپیمایی با پرچم دولتی که درازی آن 150 متر و برش 7 متر بود گذرانیده شد و شروع از سال 2009 همه ساله در تمام کشور روز پرچم دولتی تجلیل می گردد. حالا در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 8 جماعت دهاتی موقعیان حضور داریم. در اینجا آموزگاران و خوانندگان با گذرانیدن کنفرانسیه ها درس های کشاد روز پرچم دولتی را تجلیل نموده ایستادند. حالا باشد ما را پیگیری نمایید و از درس کشاده که خوانندگان صنف 11 به مناسبت روز پرچم دولتی آماده نمودند بهره برداری نمایید. آموزگاران عزیز، شاگردان گرامی، چه خیلی که به همه ما معلوم است امروز در صنف 11 ما همراهی شاگردانمان درس کشاد آید به روز پرچم تجلیل کرده ایستادیم. با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز می نماییم. خوانندگان عزیز، چطوری که همگان میدانیم امروز در تمام گوشه و کنار تاجیکستان روز پرچم دولتی با تنتنه جشن گرفته می شود. ما نیز تصمیم گرفته ایم که با یک گروه خوانندگانمان همین روز را همچون روزی درس کشاد در مؤسسه تجلیل نماییم. باید ذکر نمود که یک روز پیش در تمام گوشه و کنار جمهوری ما یکی از ایدهای بانفوذ روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته شد. باید ذکر نمایم که پرزیدنت هست که روزی پرچم وجود دارد و ما نیز شاد و خرسند زیر این گنبدی پر از ستاره و پر از شادی و خرسندی زندگانی می نماییم. و امروز من پیش از همه شمایان در شخصیت شمایان خانواده های شمایان را با فرارسی روز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش میگویم و تمنا میکنم که سالیان زیاد پرچم ما عمر طولانی داشته باشد و ما در زیر این پرچم پر از شادی، پر از وحدت، پر از صلح و دوستی شاد و خرم زندگی نماییم. روز پرچم به همه شما مبارک باشد. اینجا همراه خوانندگان دستگل ارمغان از شعر و از ترانه از سخنها درباره پرچم آماده نمودیم و می خواهیم که پیشکش حاضرین نماییم و من سراول سخن را برای قرائت شعرها درباره پرچم به خوانندگان صنف 11 می دهم تا آنها شعرهای خود را درباره پرچم پیشنهاد نمایند
парчами миллат парафшон мешавад, шодии дил то ба кайҳон мешавад. аз сахои шеъри оламгири мо, олами равшан зи ирфон мешавад. тоҷикистони азизи ман ба пеш, ин шиори аҳли имон мешавад. ҳафт ахтар, ҳафт бурҷи роҳи нур, роҳкушои олами бахту сурур. тоҷикистон парчамат поянда бод, ҷовидон фарзандҳоят зинда бод. در کدام گوشه دنیا نباشد پرچم ما به افتخار غلبه شهروندان ما بلند برداشته می شود. از چشم هر یک تاجیک و تاجیکستانی اشک شادی جاری می شود، زیرا پرچم این رمز آزادی، رمز وحدت و یگانگی است. محض با شرافت پیشوای معظم ملت، پرچم ما امروز در تمام گوشه و کنار دنیا سر به افلاک کشیده است و اینجا درباره پرچم یکچند خوانندگان میخواهند سخنهای خود را ابراز دارند. پرچم یکی از رمزهای مهم دولتی و ملی به حساب می رود. تاریخ پرچم به دوره‌های خیلی قدیم می رسد. زمانی که قبیله ها و خلق ها برای شناخت خود از یکدیگر رمزها می ساختند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 قبول شده است. هر سال 24 نوامبر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل می گردد. ما جوانان امروزها افتخار از آن داریم که در زیر پرچم پرافشان تاجیکستان زندگی و تحصیل میکنیم. رنگ‌های پرچم ما پرمعنایند. رنگ سرخ رمز شجاعت و قهرمانی، رنگ سفید رمز پاکی، عدالت و صلح، رنگ سبز رمز زندگی نو، سبزش طبیعت و آبادی. در میان آن تاج و 7 ستاره جای گرفته است که معنای بخت، وحدت و دولتداری ملت تاجیکند. چخیلی که میدانیم پرچم رمزی آزادی است. امروز هر یک جوان صاحب وطن با پرچم ملی جمهوری تاجیکستان افتخار می نماید. ما نیز خوانندگان مؤسسه زیر این پرچم با تنج و آسایشته با هم زندگی داریم. ما نیز افتخارمند از همین پرچم هستیم و اینجا صحنه آماده نمودیم درباره افتخار با پرچم است و آن را پیشکش شما می نماییم. جوان زیر پرچم، کتاب در بغل، دو چشم به سوی پرچم نگریسته می ایستاد. همین زمان مادرش به نزد جوان آهسته آهسته وارد شده خواست از او بپرسد: پسرم، چرا اینقدر با دقت به پرچم می‌نگری؟ مادر جان، من به پرچم می‌نگرم زیرا هر رنگش برایم معنای بزرگ دارد. رنگ سبزش طبیعت زیبای ما، سفید نیت پاک خلق، سرخ آزادی و قهرمانی پدرانم. آفرین فرزند میهن پرور. پرچم رمزی وحدت و استقلالیت است. هر یک جوان باید به پرچم احترام خاص داشته باشد. در همین لحظه از سخنان مادر و پسر پرچم به هیجان آمده و آنها چنین سخنان را ابراز داشت: من پرچمم، افتخار ملت. با پایم استوار باشید جوانان. شما فردای منید و من روی نآورید فقط در روزهای رسمی. من در قلب شما باید زنده باشم. من قسم میخورم که وطن را دوست دارم، پرچم بیگزندش را با عمل نیک شرفمند گردانم. با همین حرفها مادر و پسر با هم خرسندی کرده از زیر پرچم با افتخار به راه خود ادامه دادند. افتخارمند از آن هستم که امروز جوانان ما برای میهن و وطن، برای صلح و آسایش
برای آبادی سرزمینمان قدم‌های استوار می‌گذارند و پرچم و مقدسات وطن احتراممند هستند. باید ذکر نمایم که باید هر یک فردی این وطن صاحب استقلال به قدر صلح و وحدت برسد و تا نفس آخرین برای آبادی این سرزمین مبارزه برد. ای زمین ای دیار گل پرور، ای سما ای سما ای کنار مهرآور. نازنین نازنین چون بهشتی به همتا، با صفا چون محبتی مادر. مرزی ایمانی من، ملکی جانانی من، آنی من جانی من، تاجیکستانی من. مرزی ایمانی من، ملکی جانانی من، آنی من جانی من، تاجیکستانی من. پرچمت پرفشان مثل رنگین تمام، دولتت بانشان زیبی ملک و مکان. خلقی خوش جوهرت زندگی آفرد، وارثان زمان تاجکان جهان، تاجکان جهان. از بهار گلت خوشنوا یافتم، هم صفا یافتم هم وفا یافتم. بحری سازندگی راهی فرخندگی، راهنما یافتم هم صدا یافتم. ای زمین ای زمین ای دیاری گل پرور، ای سما ای سما ای کنار مهرآور. نازنین نازنین چون بهشتی به همتا، با صفا چون محبتی مادر. مرزی ایمانی من، ملکی جانانی من، آنی من جانی من، تاجیکستانی من. مرزی ایمانی من، ملکی جانانی من، آنی من جانی من، تاجیکستانی من، آنی من جانی من، تاجیکستانی من. خب خوانندگان عزیز، طول سال هاست که در جمهوری تاجیکستان روز پرچم جشن گرفته می شود و من اینجا تصمیم گرفتم که به خبر از شما یک چند سوال آماده نمودم. می خواهم در اینجا سنجم که سطح دانش شما درباره پرچم و رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان تا چه اندازه است. سوال اولین چنین است: پرچم جمهوری تاجیکستان کدام سال کدام روز قبول کرده شده است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 قبول گشته است. آفرین. سوال نوبتی: کی به من میگوید که بلندترین پرچم کدام سال در پایتخت جمهوری تاجیکستان گذاشته شد؟ خب کنی یاسمن؟ بلندترین پرچم در جمهوری تاجیکستان سال 2003 در شهر دوشنبه گذاشته شد. آفرین. سوال دیگر: بلندی و درازی پرچم چقدر است؟ بلندی پایه پرچم 165 متر بوده، درازیش از 60 متر و برش 30 متر است. برای جنبست نمودن درس امروزه که ما شاهد آن بودیم، سخن نوبتی را
با دیرکتوری مؤسسه تحصیلات میانه امید رقم 8 با محترمه جوربوی و میدهم. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در سالهای بسا دشوار کشور همچون رمز دولتداری تاجیکستان قامت افراخته دولتداری تاجیکان را در تمام جهان معرفی نمود و نموده ایستاده است. سنه 24 نوامبر در سراسر کشور همچون روز قبولی پرچم ملی تجلیل می‌گردد. امروز در مؤسسه ما با راهبری آموزگاری با تجربه مکتب خالمراد و شهنازه و خوانندگان صنف 11 ب آید به روز پرچم درس نمونوی تربیوی گذرانیده شد. من همچون سروری مؤسسه از نام مأموریت مؤسسه به خوانندگان و معلمه عرض سپاس می نمایم.